رسیدن این شیخ به همین بحر نگاه کرد که حیوانهای آبی یکدیگر را میخورند. حتی نگاه کرد که ماهی را میخورد. شیخ در حیرت افتاد این چی معامله باشد که حیوان میخورد؟ این بار اول میبینم که ماهی را میخورد. کشتیبان فریاد زد، گفته دوستی خدا این چی معامله هست که امروز من میبینم؟ گفتن ای شیخ، گفتن این 10 سال شد که من در این ساحل، در این دریا مهنت میکنم، کشتی خودم میرانم، این احوال را مشاهده میکنم که حیوانهای دریا یکدیگر را میخورند، حتی ماهی‌ها را میخورند. شیخ در حیرت افتادند و در حال برای سیر این آشکار کردن جای نماز پرتافتند و سوی پروردگار خود مناجات کردند، خدایا از سیر این ما را خبر بده. این چه احوال شد؟ این دهشت است گو، این مصیبت است. مناجات آمد. ای دوستی خدا، گفت باره در این کنار بحر یک شخص بینماز خواست که از این آب بحر بنوشد. فکر کرد که این آب شیرین است. وقتی میگوید در دهان خود یک مشت آب گرفت و انداخت و دهان او را نافار کرد، زیرا که آب بحر تیز است، تروش است. در حال میگوید همون آب پس گردانید در بحر پرتافت. از زمانی که آب این دهان بینماز در این بحر پرتافته شد، این مصیبت در بحر فرا گرفت. شخصانی که از شهر مسکو سرحد قزاقستان را گذشتن میخواهند، پس برای شما کمپانیای نظر و بازار علی را توصیه می‌دهیم. برادران تاجیک با تجربه کاری با ماشین‌های زمانوی شما را گرفته به سرحد قزاقستان برده و با خواست الله آورده میرسانند. برای زن و مرد فرق ندارد. از نام شبکه حاجی میرزا گپ زنید، تخفیف کرده می شود. معلومات بیشتر با رقم‌های روی اکران بوده تماس بگیرید. شرکت شفافرما داروهایی را پیشنهاد میکند که برای بیماری‌های درونی و بیرونی انسان دوا بخشند. از قبیل فشار بلندی، گیمرید، بیماری‌های معده، روده، گرده، جگر، عضوهای هاضمه، درد گلو، راه نفس و غیره. اینچنین اگر شما بیماری‌های پوست دارید به مانند پسریاس، سفیدشوی پوست، داغ‌های سیاه، پس داروهای شفافرما به شما کمک می‌رسانند. غیر از این اگر شما مشکل‌های اورولوژی و گینکولوژی داشته باشید، پس به شرکت شفافرما مراجعت نمایید و اینچنین مشورت طبی بگیرید. همچنین برای زیاد کردن ریش و موی سر، با قوت کردن مردانگی، داروهایی را با نمود کپسول و روغنی که به صدها در دوا دارند پیشنهاد می‌نمایند. از سیر این ما را خبر بده. این چه احوال شد؟ این دهشت است گو، این مصیبت است. مناجات آمد. ای دوستی خدا، گفت باره در این کنار بحر یک شخص بینماز خواست که از این آب بحر بنوشد. فکر کرد که این آب شیرین است. وقتی میگوید در دهان خود یک مشت آب گرفت و انداخت و دهان او را نافار کرد، زیرا که آب بحر تیز است، تروش است. در حال میگوید همون آب پس گردانید در بحر پرتافت. از زمانی که آب این دهان بینماز در این بحر پرتافته شد، این مصیبت در بحر فرا گرفت. از یک آب دهان بینماز امروز در این داخل بحر مصیبت است. امروز حیوانها به حیوانها هجوم دارند، ماهیها یکدیگر را میخورند. از چی حساب؟ از حسابی که این بینماز آب دهان خود در بحر پرتافت. وقتی که اگر آب دهان او اینقدر ضرر داشته باشد، پس وجود او در بین این بالای زمینی که دور میگردند چقدر ضرر دارد. میگوید زمین روز 3 بار به سوی پروردگار زاره میکرده است، ای پروردگارا به من رخصت بده. چی رخصت بده؟ رخصت ده که تا 3 طایفه را
در قعر خود کشم عذاب دهم. خداوند میپرسید است ای زمین اینها کیا هستند؟ میگفت است یکم کسانی که مردم را بیگناه خون میریزند، مردم مسلمان را بیگناه خون او را میریزند، این طایفه را من طلب دارم. و دوم این طلب من این است که کسانی که از زنا در بالای من غسل میکنند، وای به حال جوانی که زنا میکنی. زمین امروز مثل همون سگی که به سوی یک انسان غرس دارد صدا میبرارد که وای یک شاده کنند تا که وای یک کنده کند، پاره پاره کند. امروز زمین نسبت تو غضب دارد که پروردگارا آن موی سفید است، وای زن است، وای کمپیر است، دختری جوان است، جوانی جوان است. خدایا بر من اجازت ده تا که این طایفه‌ای که از زنا در بالای من غسل میکنند اینها را من چیکار کنم؟ با فرو در شکم بی خود بکشم. اونا فکر میکنند زناکار که زنا کردم غسل کنم پاک میشم. تو پاک نمیشه. از زنا انسان پاک نمیشه، وای دایم جنوب است. آدم از کدام وقت پاک میشد؟ وقتی بازن حلالی خود میرسد. این حالت ده آب وای پاکیزه میکند، آب از وای نفرت دارد. سوم همان کسانی که نماز نمیخوانند، پروردگار را رخصت ده که اینها را من بر شکم به خود فرو برم. یقین است ما و شما روز وارد قبر میشیم که این شکم به زمین است. چه بدبختی است که اگر ما و شما خون یک برادر ریزانده باشیم، یا چه بدبختی است که ما و شما زنا کرده و توبه نکرده باشیم. چه بدبختی است که ما و شما اگر نماز نخوانده باشیم. وای به حال ما و شما که قبر نسبت ما و شما چی احوال بدی را در اونجا برقرار میکنه. هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق، حافظ میگوید هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق، بر رو نمرده به فتوای من نماز کنی. کسی که در دنیا میگوید اگر نماز نمیخواند، حافظ شیرازی میگوید که ای مردم به فتوای من این که وای نمرده هم که باشد جنازش خوانید که وای در قطار آدم مرده ها هست. جنازش بخوانید گفتند که وای هلاک شدگی هست، وای مردگی انسان در بین مردم به شمار می رود کسی که نماز نمی خواند. خدا رحمت کند حافظه. باز می گوید شیطان که رانده گشت به جز یک خطا نکرد. این شیطانی که امروز تمام امت اسلام وسواس می کند، از نماز باز می دارد، این کثافت یک خطای کرده بود. وقتی این خطا را کرد، خودش را خدای زمین وقتی که خواند، خداوند ای را از درگاه چکار کرد؟ رانده کرد. گفت تو از درگاه ملائکه ها دور شو که تو ملعون هستی، تو لعنت کرده شده هستی، تو مردود هستی، تو مرجوم هستی. از این درگاه گفت این جای تو نیست. شیطان که رانده گشت به جز یک خطا نکرد، خود را برای سجده آدم رضا نکرد. دیگر خطای شیطان این بود که وقتی خداوند آدم آفرید و گفت ای جمع ملائک، اون زمانها شیطانم در قطار ملائکه ها بود، گفت آدم سجده کنین. همه سجده کردن، شیطان سجده نکرد. چی گفت؟ خلقتنی من نار و خلقته من طین. پروردگار گفت مرا تو از آتش آفریدی و یا از خاک آفریدی. آتش لایق نیست که خاک سجده کنه. از روی این گفتار شیطان پروردگار از درگاهش رانده کرد. حافظ امین یادآوری میشد که شیطان که رانده گشت به جز یک خطا نکرد، خود را برای سجده آدم رضا نکرد. شیطان 1000 مرتبه بهتر ز بینماز. او سجده بر آدم و این بر خدا نکرد. حافظ میگوید این شیطانی که
دوزخی است، کافر است، ملعون و مردود و مرجوم است. این از بینماز بالاتر است در قدر و فضیلتش، زیرا که وی آدم سجده نکرد، لیکن این انسان ها خدا را سجده ندارند. حضرت عیسی میگوید، باری میگوید به یک کوه گذشتم، نگاه کردم که بی نهایت درختاش میوه‌دار بود، چشمه های زیاد داشت و بسیار کوهستانش سبز بود. یک منظره خیلی خوبه بود. مردمش پیش من دویدن و بر من هر گونه مال دادن. من مالی اونها را قبول نکردم و بسیار با دولت محله بود. با اونها دعای خیر کردم و پس گشتم. 3 سال بعد باز به همون وادی گذر کردم. نگاه کردم درختها همه خشک، چشمه ها همه خشک شدگی. یک بیابانی تماما بگیم در نظر انسان نفرت آور اون محله را فرا گرفته است. کسی در اونجا زندگی نداره. و سوی پروردگار مناجات کردم، خدایا این چه منظره زیبا بود 3 سال پیش، چه حالت شد. از نزد پروردگار صدا آمد که در این محله بار یک آدمی بینماز در این چشمه های این محله غسل کردند، آبازی کردند. از حساب گفت آب بدنی همین بینماز این بستان سرا را ما چکار کردیم؟ به این خرابزار مبدل کردیم که این بینماز در این محله داخل شد و آب بدن این چی شد؟ در این بستان سرای ما داخل شد. این است وعید آدم بینماز. برادرای عزیز، ما و شما کار کنیم از طایفه آدمهای بینماز نباشیم. چه عذاب دردناک است، چی واخوری های ناخوب در روز قیامت برای آن کسانی که دنیا در بینماز از دنیا سفر میکنند. بینهایت عذاب دارند. وقتی در زیر بیرق فرعون و هامان و قارون و ابی ابن خلف باشد، پس دیگر چی جای وصفش است؟ دیگر چی جای بیان کردنش است؟ سعدی میگوید وا مشمده که او بینماز است. آدمی بینماز میگه اگر نزد تو بیاید قرضدار، اگر یگان معرکه دارد یا میخواهد که از تو قرض بگیرد، وامش مده که او بینماز است. تو یک قرض دتی میگوید. برای چی؟ آیا سعدی رحم نداشت؟ آیا سعدی دلش به مردم نمیسوخت؟ وامش مده که او بینماز است، گرچی دهنش زفاقه باز است. او قرض خدا نمیگذارد، از قرض تو نیز غم ندارد. حضرت میگوید اگر از گشنگی هلاک شود، شما با وی قرض ندهید. میگوید زیرا که آدم بینماز وقتی که نماز قرض پروردگار باشد، وقتی وی قرض خدا را ادا نمیکند، وی پروای قرض تو ندارد. این است تعلیماتی پیشواهای ما و شما. من فتوای 4 امام به شما میگویم. امام احمد حنبل نسبت به نماز چی میگوید؟ این 4 صاحب مذهب هستند. دنیای اسلام در زیر این 4 مذهب قرار دارند. یکی امام احمد حنبل است، یکی امام شافعی است، یکی امام مالک است، یکی ابو حنیفه ما و شماست. همه اونا از ما و شماست. لیکن امروز که ما و شما در زیر مذهب ابو حنیفه هستیم، از این خاطر من میگویم که ابو حنیفه ما و شماست. امام احمد حنبل میگوید کسی که بینماز است وی کافر است. دلیلهاش انشاءالله من جمعه آینده به شما باز در باب بینماز گپ میزنم از آیاتهای قرآن. با چه آیت امام احمد حنبل این صاحب مذهب است، میلیون ها نفر در زیر مذهبش عالم ها و مولوی ها دارد، وی بیدلیل کافر نمیگوید، میگوید کافر است. امام مالک میگوید بینماز کافر است. امام شافعی میگوید به زمیانی که بینماز کافر است قتلش واجب است. این امام شافعی گفتند.
این کتاب است، این نه کتاب حاجی میرزاست، نه کتاب یگان مولوی یگان داملای دیگه است. این کتاب خدا و پیغمبری خداست. این قول مجتهدان ما و شماست. امام ابو حنیفه چی گفتن کسی بی نماز باشد و یا زندانی کنید، زندان برین، در زندان 3 روز وی را محکم کنید و پیشنهاد کنید نماز قبول میکنی یا نه. اگر نماز قبول کند کشاده کنید وی، اگر نماز قبول نکرد نزد او طعام نگذارید، با همون گرسنگی در زندان هلاک شود. این قول امام ابو حنیفه است. هیچ قولش برای بی نماز خوب نیست، هیچ قولش، همش ضرر آدم بی نماز است. انشاءالله من باز ضررهای اینها را برای شما جمعه آینده خدا خواسته باشد آگاه میکنم. الحال یک چند برادرهای ما و شما طلب دعا کردن، میخواهم در حق اونها دعا کنم. یک برادر من در دوشنبه که بی نهایت جوان مرد است و بی نهایت سهم کلان برای طالب علم ها میگذارد، کتاب ها میخرد به نام عارف که اون برادر من هست، و طلب کردن که برادرها را التجا کن که من یک شخص بیمار هستم، در حق من دعا کنن. از این خاطر در حق این عارف جان دعا میکنیم که خدای مهربان این بنده خدا شفای کامل و شفای عاجل خدا نصیب روزیش بگردانی و هر یک همتی که در راه اسلام میکند خدا در نامه اعمالش کتابت کنی و خداوندا باز فرزندهای این عارف جان خدمتگار اسلام و خدمتگار پدر و مادرش بگردانی. آمین یا رب العالمین. و برادرمان شریف خان از این محله و یک خواهرمان رابعه و از ما طلب کردن که در حقشان دعا کنیم. خدای مهربان این بنده خود و این خواهر را خدای عمر دراز و تن صحت و خاطر جمع و هر مشکلاتی که داشته باشند خدای مهربان مشکلاتهاشان آسان بگردانی. آمین یا رب العالمین. یک برادرمان اینجا 100 سامانی برای همین تعمیر مناره، همین مناره که در این طرف است، یک اوستای یافتیم، همین در یک مبلغی کلان را نام گرفتن، 100 سامانی آورده داد است که در همین مناره صرف کنین و کسانی که اگر میخواهند که یعنی یاردمی در همین مناره کنن، این مناره هم خیلی زیبا می شود. اون صورتی که اوستا کشیده است خیلی صورت زیبا پیدا میکند. اگر یاردم کردنی باشد مرحمت میتواند که در ما مراجعت کند و این برادرمان هم 100 سامانی خیر کردن برای همین مناره که در حقشان دعا کنیم و همین طهارتگاه ما و شما به یاردم اجتماع شد. یعنی یک سومی کلان در اینجا صرف شد و الحمدلله امروز تیار است و خدمت ما و شما را میکند. اینا صدقه های جاریه هستند، یعنی صدقه های هستند که تو در قبر مردگی خوابی لیکن در نامه اعمالت ثواب این رفته ایستاده است. این مبلغایی که شما در مسجدها و در طالب علما صرف میکنین اینا برای شما صدقه جاریه هستند. اگرچه تو تا قیامت که مثال در قبر خوابی 100 سال یا 200 سال بعد تو قیامت هم که شود نامه اعمال تو هوی است و این ثوابش در نامه اعمال تو می رود. و اینجا یک برادر دیگر من 2 قرآن آوردن، فردوس بوده است که در حق پدر و مادرش دعا کنیم. خدای مهربان پدر و مادر این فردوس جان خدا زنده باشند یا مرده باشند، رحمت و مغفرتشان کند و خدای مهربان این فردوس جان هم خودش عمر دراز و تن صحت نصیب روزی بگرداند و این برادری که خیر کردن برای آبادی مناره خدا این خیرش به درگاهت قبول بگردانی و همچون صدقه جاریه در نامه اعمالش خدا کتابت کنی. آمین یا رب العالمین. اکی حاجی باطرخانم در حق مادرشان گفتن دعا کنیم خدای مهربان مادر حاجی باطرخان رحمت و مغفرت بگرداند و خود حاجی را خدای مهربان عمر دراز و تن صحت خدا نصیبش بگرداند. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم داملای شیرین سخن. خدا علمتان را زیاده گرداند. من میخواهم نامم را عوض کنم. من فیروز نام دارم، از روی کتاب نامم را عمر ماندم. البته عمر ارزنده است، فیروز این کسی بود که عمر را کشته بود.
یعنی همون ابو لؤلؤ مجوسی همون نام اصلیش فیروز بود. خوب می شود که ما و شما نامهای اسلامی داشته باشیم. چندین بار من تکرار کردم، شما شرط نیست که یعنی دویده رفته همون پاسپورت ها و شهادت نامه هاتون علیش کنید، بلکه شما خودتون اعلام کنید که نام من عمر است، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. این کرامن کاتبینه که در شانه های ما و شماست، اونا نام تو را از فیروزی خط میزنن و می نویسن نام این بنده خدا عمر است. و رو محبت خودت را، حبیبت را، قرآن و اسلامت را در دل تمام ما مردم تاجیکستان خدایا جایگیر بگردان و خدایا دین اسلام را بالای تمام دینهای دنیا حکمران بگردان و خدایا امت محمد را صلی الله علیه و سلم را در روی دنیا عددش را زیاد بگردان و خداوندا هر عبادتی که امروزها انجام میدهیم در نامه اعمالمان ثوابش را خدایا کتابت بفرما و خدایا راهبران دولت ما را توفیقشان را رفیق بگردان، برای اسلام هدایتشان بکن و محبت این ملت تاجیک را در دلشان خدایا جایگیر بگردان و هر نیت های نیکی که برای این آبادانی تاجیکستان دارند خدای جامعه عمل بپوشان. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین. دو جمعه ما و شما در باب فضیلت نماز صحبت داشتیم و باز به شما وعده کردیم که این جمعه هم چه از فضیلت نماز و چه از وعید، عذاب، درد برای بینماز با شما صحبت میکنیم و الحمدلله که این ساعت به همه ما و شما موفق شد و در دوام این یک ساعت انشاء الله در اطراف این موضوع من به شما صحبت میکنم. پیش از صحبت به شما یک چند اعلان خبر میدهم. اول اینکه وقتی که ما یک بنده گناهگار، یک شاگرد بی‌ادب در اسلام وقتی وارد مسجد میشویم، آداب مسجد این نیست که شما نزد من بخیزید. این از آداب مسجد نیست. اگرچنده که فقهای ما و شما خبر دادن که شما در نتیجه خیستن گناهگار نمیشوین، لیکن آداب مسجد شما ویران میکنید. از این خاطر خواهش من این است که شما با دل اهل علم دوست دارین، شما اهل علم در هر جایی که یافتید احترام کنید، حرمت کنید. حتی در نبودن اهل علم شما اهل علم محافظت کنید، نگذارید که دشمنان اسلام اهل علم سنگ زنند. انشاءالله این در شما ثواب بی نهایت جزیل کلان صاحب میشوید. و دیگر اعلان این است که امروز در کلاب ما و شما رئیس جمهور مهمان شدند و الحال در کلاب ما و شما هستند، در ناحیه های اطراف شهر ما و شما هستند و یک چند مدت پس در شهر ما و شما داخل می شوند و البته به همه ما و شما معلوم است که از آمدن رئیس جمهور چه نیکبختی ها و چه آبادی ها این شهر ما و شما را منتظر است. در دوام این چند روزی که آمد رئیس جمهور شد، چه پاکیزگی ها و چه تازگی ها شهر ما و شما را فرا گرفت. از این جهت ما البته رئیس جمهور را به این شهر
خیر و مقدم میگوییم. از قدم او البته ما شاد هستیم و خداوند قدم او را در هر یک مقیاس این تاجیکستان ما مبارک بگرداند و خداوند عدل انصاف را باز هم زیادتر بگرداند و خداوند نه اینکه یک این شهر بلکه تمامی مناطق تاجیکستان را از دست خود آباد کند و در نزد خدا جزای جزیل بگیرد. از این خاطر همه ما و شما باید که البته از آمدن ایشان خرسند باشیم و در هر یک وظیفه هایی که برای ما و شما میگذارند برای آمدن این رئیس باید که ما و شما اجرا کننده باشیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والذین هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد حدم الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لا سهم في الإسلام لمن لا صلاة له.